میخوایم مشارکت و شرکت. اگر از من عبدالکریمی میخواید که در ساختار مشارکت داشته باشم، این لازمش اینه که به اندیشه های منم احترام گذاشته باشه. شما نمیتوانید به انسانها بگویید شرکت بکنید اما مشارکت نداشته باشید. به تعبیر یک از فیلسوفان سوبژه ابژه نمیشه، با انسان نمیشه مثل یک شی برخورد کرد. جامعه یک مومی نیست که به نحو ولونتاریستیک هر کاری باهاش بکنیم و جامعه منطق خودش رو داره. اگر از این سرمایه اجتماعی میخواید استفاده بکنید و ما باید استفاده کنیم، اگر میخواید در برابر نظام سلطه مقاومت کنید، اگر میخواید اقتصاد مقاومتی داشته باشید، اگر میخواید به ذلت در برابر آمریکا نیفتید. من میدونم آمریکا ما رو گوشه رینگ گیر انداخته با این تحریم ها. به سهولت نمیتوانیم. اگر ما در جبهه‌های جنگ خوش درخشیدیم به برکت حمایت مردم بود و امروز مردم این حمایت رو، نمیگم همه جامعه یک دست نیست، اما بخش زیادی از جامعه به خصوص در واقع طبقه متوسط نوگرا که موتور توسعه کشوره در واقع در حالت قهره. حرف من اینه که در واقع اگر تیپایی مثل، اولا از روشنفکران میخوام و از مردم میخوام، برای حل مسائل کشور هیچ دگمه آن آفی وجود نداره، لذا انتظاراتشون به هیچ وجه از کاندیداهای مورد نظرشون به هیچ وجه انتظار بالایی نباشه. نوع مسائل ما بر اساس درکی که من دارم چنین نیست که کسی که رو کار میاد بتونه معجزه‌ای صورت بده. من از از آقای پزشکیان شخصا میخوام به مسئله مقاومت در برابر آمریکا به دو جهت توجه داشته باشه. ما راه دیگری جز مقاومت نداریم. یعنی اگر بخوایم فکر کنیم که بریم با آمریکا یا مصافحه کنیم، روسی کنیم و دست بدیم، در واقع کار تمامه. نه، همین که دست دراز کنیم پاشو دراز خواهد کرد و از ما انتظار داره که دراز بکشیم و در تسلیم مطلق بشیم. این خب سرشت وضعیت کنونی است، برخلاف تصور خیلی‌ها که در واقع این رو ناشی از شیطنت گفتمان انقلاب میدونن. من به این جهت در کنار گفتمان انقلاب هستم. ما راهی جز مقاومت نداریم.